یعنی کسی که این گوشی رو طراحی کرد، سی پی یوش رو طرحشو زد، اون لیتوگرافیشو نمیدونم همه اون، یعنی بالا 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 پرچم کشورم، یعنی اینو باید همونجور همیشه در بالا. این بررسی رو من میخوام یه حالت متفاوتی انجام بدم، چون نمیخوام توی این ویدیو بگم که دوربین چند مگاپیکسل، سی پی یو چیه و اینا. میخوام به طور کلی بهتون بگم که در طول این سالها من مدل‌های مختلفی گوشی رو دیدم و پس از خریدن این گوشی به عنوان یک گوشی بکاپ و گوشی دوم چه حسی داشتم، چه ایراداتی دیدم درش و به چه کاربرایی توصیهش میکنم. پس با ما همراه باش. پوکو C70 یک گوشی بود که من به شخص واسه قیمتش 1 و 2 بابت حافظه 128 که داشت خریدم. و اگر حالا بچه‌ای که توی کانال الان سابسکرایب هستن و دوستانی که ویدیو قبلی من رو دیدن میگن که تو یه تعمیرکار عاشق اپل هستی. اگر عاشق اپل که هستیم پوکو به چی میگیریم؟ من تعصبی روی هیچ برندی ندارم، یعنی سعی میکنم که نداشته باشم، ولی خب حقیقت اینه که خب اون تجربی که اپل به شما میده شما توی سایر برندها یکم سخت پیداش میکنی. توی شیائومی ها خب ما نمیخوایم بریم گوشی که زمان خریدش تقریبا 2 هفته پیش 8.5 بود و الان در حال ضبط هستیم، یعنی در عرض 2 هفته شده 10 تومن. بیایم با یک گوشی آیفون 250 میلیون تومانی مقایسش کنیم، ولی نکاتی که داشته و چیزایی که من از این گوشی بدم میاد و چیزایی که قابل قبول هست رو در ادامه براتون میگم. در اولین برخوردی که من با این گوشی داشتم که از اینجا میتونید ویدیوی از یه وری میتونید ویدیو آنباکسش رو ببینید. توی ویدیو آنباکس این گوشی وقتی که این گوشی رو از جعبه در آوردم و روشن کردم، اولین چیزی که تو ذوقم خورد اندروید این گوشی بود. اونجا من بهتون گفتم شیائومی میاد یه گوشی رو معمولاً با سخت افزار یکسان ولی با 2 تا اسم مختلف میده. برادر دوقلو این گوشی میشه ردمی A5 و دقیقاً همین گوشیه، یعنی از لحاظ مشخصات هیچ تفاوت خاصی با این گوشی نداره و حتی الان تو تصویر دارید میبینید که برای فلش زدن این گوشی هم رام هایی که باید استفاده کنید یکیه، یعنی مشترکه، از لحاظ نرم افزاری کاملا مشترک هستن. این کار رو شیائومی هم تازگی ها نمیکنه، سالهاست اینجوریه، یه گوشی رو میزنه بر اساس بازاری که داره اون گوشی رو عرضه میکنه اسمش رو عوض میکنه، طراحی ظاهر گوشی تعویض میشه. حتی توی این مدل طراحی ظاهری هم تعویض خاصی نشده، فقط در و پشتش طرحش عوض شده، ولی توی مثلا توی مدل های قدیمی تر طراحی گوشی رو عوض میکرد. مثلا توی یه مدلی داشتیم که الان اسمش یادم نیست، یکیش 3 تا دوربین داشت، یکیش 2 تا دوربین داشت. گوشی رو که باز می‌کردید جای دوربین سوم اون مدلی که 2 تا داشت بود، یعنی سوکتش همه چیزش بود، کافی بود دوربین وصل کنی رام اون یکی رو بزنی گوشی مدلش عوض شد. نمیدونم حالا برای اینکه تنوع گوشیاشو ببره بالا و بر اساس سیاست‌های بازاریابیش اینجوری تولید میکنه دیگه. ولی توی اون بررسی که یعنی مشخصاتی که خوندم فکر میکنم ردمی A5 رو زده بود اندروید گو، اینو زده بود میوآی، ولی بعدا متوجه شدم که دوتاشون اندروید گو هستن. اندروید گو یه نسخه بسیار سبک از اندروید هست که خیلی از چیزها ازش حذف شده، بسیاری از اپلیکیشن ها داخلش وجود نداره. قبلا انیمیشن ها تو نسخه قدیمی تر خاموش شده بود، ولی توی نسخه 15 که روی این گوشی نصب هست قسمتی از انیمیشن ها مثل انیمیشن بازی کردن برنامه ها کلا حذف شده، یعنی چنین انیمیشنی وجود نداره و شما همینطور که تو تصویر میبینید برای باز شدن یک برنامه
هیچ انیمیشنی ندارید. حالا اینجا چرا انیمیشن داره؟ به خاطر اینکه من این لانچر دیگه نصب کردم براش. انیمیشن نداره. انیمیشن هایی هم که هست خیلی خلاصه هستن، یه چیزی یهو میاد یه چیزی میره و این اندروید گو بودن این گوشی به شدت چیز بیخودیه. یعنی برای یک نرم افزار کاری مثل من این مسئله خیلی آزاردهنده است و من دوست داشتم که میوآی باشه که از امکانات شخصی سازی اون استفاده کنیم. ما توی این نسخه از اندروید و توی این گوشی هیچ امکان شخصی سازی جز تعویض والپیپر به صورت پیش‌فرض نداریم. یعنی اون تم‌های میوآی رو ندارید، اون شخصی سازی که لاک اسکرین تو ساعت و تا هر جا که هست اونا رو هیچ کدوم ندارید. پس اگر میوآی بودن گوشی براتون مهمه و اگر بحث نرم افزارش براتون مهمه، دور این گوشی رو بایستی خط بزنید. این گوشی اولین گوشی بود که من بلافاصله بعد از خریدنش پشیمون شدم. متاسفانه اینجور گوشی هام هیچ وقت براشون کاستوم رام خوبی نمیاد و علاوه نرم افزاری شما کاملا دست و بالت بسته است، هیچ کاری نمیتونید بکنید. قول 2 تا آپدیت واسه اندرویدش دادن که اگر حرفشون حرف بود همین الان گوشی باید اندروید 16 می بود نه 15. ولی خب گفتن ما هم نمیدونیم انجام بشه یا نه. اگر هم بدن من به شخصه آپدیت نمی کنم، چون تو گوشی‌های میان رده و اقتصادی اندرویدی معمولاً بهترین تجربه کاربری همون اندرویدی که کارخونه زده روش و با آپدیت های بعدی گوشیتون هنگی میشه، لگ میزنه و متاسفانه این هنگ و لگ هنوز توی جان اندروید وجود داره. شاید بگید خب گوشی اقتصادی خریدی، ولی گوشی اقتصادی درسته ما خریدیم ولی تکنولوژی این همه پیشرفت کرده، این همه سی پی یو رم، این همه ارتقا پیدا کرده. الان این گوشی 4 گیگ رم داره، تو خودش زده 4 به علاوه 2 داخل تنظیماتش که میری، ولی اون 2 حالا هیچ. اگر حالا ما اونو فرض بکنیم 6 گیگ، اگر نه 4 گیگ رم داره، 8 هسته سی پی یو داره و من تو همون ستاپ اولیه‌ای که انجام میدادم گوشی لگ میزد. این از بخش نرم افزارش. پس بنابراین جمع‌بندی بخوام بکنم تو بحث نرم افزار، از نظر من هیچ حرفی برای گفتن نداره. اگر نرم افزار گوشی براتون مهم هست اصلا سمت این گوشی نباید بیاید. تو بحث دوربین این گوشی فقط در حد کار راه انداختنه. نکته مهمی که داره پشتش 2 تا شما دوربین میبینید، ولی یکیش واسه تشخیص عمق هست که عکسای پورتره بتونید بگیرید. عکس پورتری از شخص هیچ اهمیتی نداره که این دوربین باشه، چون همین الان کلی اپلیکیشن وجود داره که اون کار رو انجام میده. عکس پورتری از اشیا شاید یه ذره به درد بخوره که اونم باز ابزارهای هوش مصنوعی هست که براتون این کارو میکنه، ولی خب حالا اگه دوست داشته باشه همون لحظه از یه چیزی عکس پورتری بگیرین، گوشی میتونه براتون لحظه انجام بده. کیفیت تصویر در حد وبکم لپتاپ و فقط به درد اینکه کارتون را بیفته یه عکسی بگیرید یه جا واجب باشه میخوره. تو حوزه قدرت پردازشی با توجه به 12 نانومتری بودن سی پی یو این گوشی و اقتصادی بودن سی پی یو این گوشی، من اصلا نرفتم تست کنم، نه بنچمارک گرفتم نه بازی نصب کردم، چون اصلا انتظاری نمیره از این گوشی که بخوایم ما بازی سنگین انجام بدیم یا در حقیقت فشار بندازیم ببینیم چه جوریه. من این تستا رو اصلا خوشم نمیاد و فکر میکنم اندازه کافی هم بچهای دیگه گرفته باشم. من نمیخواستم از این جهت این گوشی رو تست کنم. حالا چرا این گوشی رو گرفتم؟ گفتم به خاطر گوشی بکاپ و حافظه 128 که داشت. توی این رنج قیمت از این جهت عالیه. من خب عکسامو از گوشی دیگه هم انتقال میدم توی این، میذارم تو گوگل فوتوی نامحدود که اگر دوست داشتید ببینید که چطور گوگل فوتو رو میتونید نامحدود کنید و اصلا گوگل فوتو چی هست و چرا استفاده میکنید، این ویدیو رو هم میتونید ببینید. میذارم تو گوگل فوتوی نامحدود و اونجا بکاپ میگیره. نکته اولش که داشت این بود که عکس آیفون رو نمیشناخت، ولی من با سیستم انتقال داده بودم، ولی سری بعد با زاپی انتقال دادم شناخت و بکاپ رو گرفت. برای یک گوشی دم دستی میتونید استفاده کنید، کارتون خوب راه میندازه، باتری خوبیه و
به عنوان گوشی دوم یک گزینه اقتصادی مناسب هست. ولی اگر به عنوان گوشی اصلی میخواید این رو تهیه کنید، من پیشنهادم اینه که شما این 10 میلیون تومان رو برید که گوشی دسته دو بخرید. اگر من این همه سال تعمیرات کردم و این همه گوشی رو دیدم، من اگر جای شما باشم و بخوام به عنوان گوشی اصلی این رو استفاده بکنم، یک تجربه فاجعه به دست میارید. اینو بهتون بگم، انجام این کار رو بهتون توصیه نمی کنم. برید باهاش گوشی دسته دو بخرید. میتونید تو رنج قیمت از همین شیائومی اگر عاشق برندش هستید گوشی خیلی خوبی بگیرید. شما مثلا یه پوکو X3 پرو رو میتونید با 7 تومن بخرید. توی شهر بزرگم اگر باشید که تو دیوار سرچ بزنید فراوون هست. پوکو X3 پرو ریبال شده سگش میارزه به این. 3 تومن هم میمونه جیبتون. روی اون انواع اقسام کاستوم رام ها میتونید بزنید. اگر نرم افزار باز باشید میتونید انواع بازی ها رو بزنید. دوربینش از این خیلی بهتره، اونم 120 هرتزه و خیلی تجربه بهتری بهتون میده. اگر بخواید مثلا اپل بگیرید میتونید آیفون 7 پلاس بگیرید با این قیمت، باز یه چیزی میمونه تو جیبتون. و اگر در حقیقت با وب اپ ها واسه اپلیکیشن های ایرانی راحت باشید، یعنی خیلی برنامه های ایرانی نیازتون نباشه، تجربه‌ای که آیفون 7 پلاس بهتون میده 100 هیچ امثال این گوشی رو میزنه. و با وجود اینکه اون گوشی مال عهد دقیانوسه، نهایتشون 7 پلاس رو میخوای باتری تعویض کنی. یه 7 پلاس سالم خوشگل میگیری، هم اپل دستته. همین که توی یک رنج قیمت تجربه کاربری که به شما میده بسیار 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 بهتره. این گوشی صفحه نمایشش 120 هرتزه، ولی یکی از بدترین و بیکیفیت ترین صفحه نمایش هایی بوده که تا الان دیدم و مخصوصا تو اپلیکیشن های مثل تلگرام وقتی که تم لایت تو این حالت تم صفحه روشن هست، یک حاله دور نوشته ها میبینید. تو تنظیمات بری میبینی، یعنی اون یه جوریه نوشته ها شفاف و واضح نیست و چشم آدم یه جوری های اذیت میکنه. من روی این اصلا لانچر زدم، انقدر که لانچر خودش زشت و بی خود بود و اون 120 هرتزی که روی صفحه نمایشی این وجود داره فقط یه چیزی که گولتون میزنه. فقط ببین این صفحه نمایشی منم خودم گول خوردم. 120 هرتز فلان. شما گوشی تو جای منوهایی که داره لگ میزنه. یه کوچولو فشار میندازی سریع گوشی لگ میزنه و با 120 هرتز داری اون لگ رو میبینی. یعنی یه چیز فاجعه‌ای. همین الان شما من یه لانچر فقط زدم تو ویدیو، اگر نگاه کنید ببینید چه لگ بی خودی داره میزنه و تقریبا میشه گفت که هیچ جایی لذت اون رفرش ریت بالا رو حس نخواهید کرد و مخصوصا با اون راوت کاربری شرم شوروایی که اندروید گو داره که چه اسم برازنده‌ای هم براش هست، هیچ لذتی از این 120 هرتز نمیبرید. و متاسفم واسه این مملکتی که این گوشی مزخرف رو من همکارام دارن با چک به مردم میفروشن، یعنی همین رو خیلی ها نمیتونن بخرن و واقعا دردناک. من استوریشو دیدم خیلی ناراحت شدم که این گوشی رو دوستانی رو دیدم که با چک و قسطی رفته بودن خریده بودن. امیدوارم که زودتر وضعیتمون بهبود پیدا کنه که این آتاشکالا رو مجبور نباشیم بخریم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه بودید. خدا نگهدار.